يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. تو حق گفتن نمیتونی، عروس خفه میشه، داماد خفه میشه، پدر و در شرک مبتلا است. عبادت به غیر الله صورت میگه، این در این قسمت زبان نداره که رکوع به غیر الله خودش میکنه. امیال بسیاری کس هست به نام عالم و به نام دین مشروعیت میتن عبادت غیر الله. رکوع به مخلوق اجازه میتن، سجده به مخلوق اجازه میتن، استغاثه به قبر اجازه میتن، از مرده دست دعا را در مقابل مرده اجازه میتن. الدعا هو العباده. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ دعا عبادت است. پس وقتی که دعا عبادت است، چطور دست دعا را به غیر الله بلند میکنی؟ رکوع عبادت است، چطور به مخلوق رکوع میکنی؟ چطور به مخلوق سجده میکنی؟ چطور نظر به نام مخلوق میکنی؟ به خاطر که معنای لا اله الا الله را نمیفهم. مشکل کجاست؟ اینی مردم ها هستن که به عوضی که معنای لا اله الا الله را بفهمه، حداقل برای شاگرد خود حداقل بفهمانه که ما در مقابل لا اله الا الله چی تعهدی با الله کردیم که یا الله به غیر ذات تو به کسی دیگه من عبادت نمیکنم. تعهد دومی یا الله به غیر از شریعت تو لا اله نیست هیچ کسی که صلاحیت داشته باشه که برای من قانون بسازه، شریعت بسازه. هیچ کسی رو من قبول ندارم. حالا چقدر قانونایی هست که ضد قانون الله هست و تطبیق میشه. یک کسی میگه من سوسیالیست هستم، کلمه میخوانم، این جاهل است. اونجا کلمه میگه که لا اله نیست هیچ کسی یا الله که تو تعهد میکنم که بغیر از شریعت تو قانون کسی دیگه اینو نمیپذیرم، قبول نمیکنم، تطبیق نمیکنم. سوسیالیسم مسلمانای هستن که سوسیالیست هستن، مسلمانای هست میگه مسلمان هستم و کمونیست هستم. چطور میتونی با لا اله الا الله کمونیست هم باشی، لا اله الا الله هم بگی؟ فمن یکفر بالطاغوت، اول باید به طاغوتا کافر شوی. طاغوت کمونیسم، طاغوت سوسیالیسم، طاغوت ماتریالیسم، طاغوت دموکراسی، اینا طواغیت هستن. اما معنای لا اله الا الله را نمیفهم. تعهدی که با الله کرده در لا اله الا الله نمیفهمه. ما تعهد کردیم که الله بغیر از شریعت تو قانون کسی دیگه را بالای خود تطبیق نمیکنم. پس چطور میتونم که سوسیالیست شوم؟ چطور میتونم کمونیست شوم؟ چطور میتونم سیکولر شوم؟ چطور میتونم به فلسفه های مثلا نشنالیست شوم، قوم پرست شوم؟ یا خود رأس هر کدام از یک طاغوت قرار داره. در رأس کمونیسم که قرار داره مارکس، انگلس، لنین، سه طاغوت. در رأس نشنالیسم و قوم پرستی کی قرار داره؟ هتلر و ماسولینی، دو طاغوت. در سری قبر بد نمیگیم، در مجلس بد نمیگیم، در توی بد نمیگیم، در مکتب بد نمیگیم، در پانتون بد نمیگیم. یک رساله را علیه حرکات تنصیری اینجا نوشته نکردیم. ما در سری قبرم علیه وهابی، سلفی، در سری منبر مسجدم، در مکتبم، در پانتونم، در مسجدم، در هر جای امی گپ است. رسانه خو بی از او گلاس پیشش نداریم، باید پشتی ما بگویا به خاطر که تمویل از اموجه میشه. ما خزوا گله نداریم، خو از تو علم گله دارم. تو چرا اینطور حالات سر ما شروع کردی؟ ناحق استم. اگر کدام امری ناحق سر ما دوستا انتقاد اعتراض داره، ما در میدان برش استاد هستیم. از حق دفاع میکنیم، از عقیده را حق میگیم یا باطل؟ عقیده را حق گفته روان هستیم. ما تابعدارای دال و خیمه نیستیم که شما کدام فکر دیگر را کرده باشی که البته نعوذ بالله سیل واره پیسه از عربستان میایه توزیع میشه کمپل. مردم سلفی کمپل است. ما سلفی کتاب الله و حدیث رسول الله هستیم. ما تطبیق دین خدا، فهم دین خدا به فهم سلف، به عمل کرد و تطبیق سلف خود میکنیم و امیر کامیابی میدانیم، خلاف از این ما ناکامی میدانیم. ما اینطور مردم هستیم. چرا؟ سر ما چی میشه؟ این دوستای ما بعد بدانن. اینطور فکر نکنه که حرکت چند نفر، چند تا ملاقکاسته، یک چند تا محصلین است. این امروز براتان واضح شد ان شاء الله
که تنها لیست سلفی از علما را بگیرم در 10,000 نفر میرسه. در 10,000 نفر تنها علما میرسه، دیگر را بگذار. و خودتان میفهمه که نقش علما در جامعه چی است. حکومت هم بدانه، ملت هم بدانه که اگر علما، این جامعه مذهبی و سنتی است، از دین دفاع میکنه و دین دوست داره. اگر علما ادناترین حرکت شروع بکنه، یقین بک اگر کسی جمع کرده بتونه، میتونه جمع کرده؟ نمیتونه. ما در فضای آزاد آواز خود به مو مخالفین خود که هر کس باشه و علیه ما تبلیغات میکنه برش میرسون. دست به جنگ و جدل نزدیم، شور ماشور نزدیم. اگر مسئله جنگ شود گپ در کسرت نیست. این را یاد داشته باشید. صحابه خیلی کم بودن، خود دنیا را فتح کردن. انشاءالله شاید در اینمی مردم کسایی باشه که سریازی عقیده از جان مال اولاد تیر باشه. هست کسی تیر؟ اگر واقعیت از اخلاص میگیم دو دست بالا میکنیم، دو دست بالا میکنیم. جزاکم الله خیر، بارک الله فیکم، بارک الله فیکم. من میدانم امروز برای کسی نامده، امروز برای خوش کردن کسی نامده. نه من این قدر دارم، امروز برای قدر عقیده آمده. این ملت و ولس و علما که از صبح تا حالی را نشسته است به خاطر عزتمندی و حیثیت. این سرزمین اسلام است. این سرزمین جهاد و مبارزه هست در مقابل همه کسانی که برخلاف دین الله بوده باشند و همه ما آماده هر نوع فداکاری به خاطر دین الله تا ریختاندن آخرین رمق خون خود هستیم. و این تصور باطل را دور بکنن. این سرزمین بیش از 2 میلیون خون انسان را شهید داده تا در اینجا اسلام حکومت بکنه. و اگر تصور باطل اینهایی بوده باشه که با شکنجه علما، با از بین بردن و شهید کردن علما و با تحت فشار دادن علما میتونن صدای حق را خاموش بکنن، تکرار میکنم غلط میکنن. قاعده الهی، سنت الهی است. اگر ما ضعیف شویم تصور نکنین با ضعف ما دین الله ضعیف میشه. قسم به الله متعال است. الله متعال مردان را در میان این امت مبعوث بکنه و الله اونها را خلق بکنه که بسیار جرأتمندانه از دین الله دفاع بکنه و این را بدانن که این سرزمین فقط از آن اسلام است و این نظام های پوچ بشری و این چوچه های صلیبی ها روزی از این سرزمین میرن به هر ترتیبی که بوده باشه و این فشارهای ظالمانه را سر علما بردارن و امنیت نسبی موجود جامعه را بیشتر از این مختل نکنن. و اگر اینطور نشد ما برش اعلان میکنیم از اینجا در همه ولایات افغانستان اعتصاب‌های را برا بندازیم که شاید خودشان باز جلو از او را گرفته نتونن و او وقت نگن برای ما چرا نگفتین. امیال براشان گفتین 20 روز هم صبر کردیم. ما خودم بارها استادا را گفتیم که خیر بگذارین از راههای معقول و از راههای قانونی مشکل حل شد. اگر نشد او وقت دوباره تکرار نکنن چرا برای ما نگفتین. و این به عنوان یک حرکت کوچک هم نخواد بوده باشه، یک جریان. مولاي قد نمت عيون وتيقظ